انت العلیم الحکیم. شوهشگران نشان داده که چگونه استرس میتوان مناطقی از مغز را که در خیشتنداری دخیل هستند. بله، یعنی دکترا بیلم آدمی طبی نشان دادن که پزشک نینه یا پژوهشگر، یعنی araştırmacı نشان داده که نشان دانه که چگونه استرس چوا استرس هانی میتوان دکاره مناطقی از مغز اینکه بلگیج بیین را که در خویشتن داری. بله بله صحيفة هفته و هفت حواله كل هاتن. بله هنگی بلگیج بین در خیشتن داری یعنی که صاحبن خیشتن داری یعنی او چی که اوتوکنترول کد بیشن جرا اوتوکنترول. بله داخل هستن یعنی که دزکی خدا ابی یعنی شو استرس مثلا دهینکی وان منطقه دمیجی دا که اوتوکنترولی دکن چقدر تأثیر به استرس داخلوی تدا هی. بله تحت تأثیر میجی انسان دا طبعا بقانالا سنرا ببجن هنا کی بیلگی دشن اوکی دشن میجی. بله او مثلا میجی دوی داره دا مثلا وان بلگا اوتو کنترل ولا وان حرکه ما فلانی ما تدی ام جانا هم به حمد ما حرکت کنه اصلا ویا اوتو کنترل میجی یعنی اتوماتیک ولا دکه کنترل مثلا تشکی گوا کد به ام تشکی جوی داته ام قاپا چاوی خود گرن و یاخد مثلا تشکی وها او دبه ام برای خلبات تشکتیم برای خلبات خنج جاره به حمد ما قام يعني آنیدن همه بین امر ده او چه به استجابت بين اوتو کنترل تحت تأثیر قرار دهد الیا دبني تأثيره بين دايل بتسوي بلومي ده نوصا هستند که تحت تأثیر قرار ده مثلا از مناطق از مغز را که در خیشتنداری داخل هستند اون مناطق در اوتو کنترل داخل آن هست و او سترس تحت تأثیر قرار داد یعنی اون مناطق سترس چقدر دکبن تأثیر آخون گاهی اوقات شرایط استرس زا میتواند توانایی فرد را در نشان دادن خیشتنداری تحت تأثیر قرار داده. بله جارنا هنیک زمانا شرایط استرس استرزا یعنی استرزا یعنی ابی یعنی چتکو خوی استرس اوان شرایط استرس دور میشت کن یعنی یعنی وقتی استرس صاحبی شرطlar میتوان دکارن توانایی فرد یعنی کاربونا فردا را در نشان دادن خیشتنداری در نشان دادن و اوتوکنترولی دا تحت تأثیر قرار داده بکن بنی تأثیر خو و فراینده تصمیم گیری را به خطر اندازند. او işlem قرار گرفتنه بکن بنی خطر یعنی باور خطر بکن تهلیکی بنی تهلیکی دا. بله برای بررسی تأثیر استرس بر فراینده های مغزی جبونا اینجلما تأثیر استرس لسر فراینده های مغزی یعنی لسر işlem میجی لسر اشلام میجی محققان تعدادی از افرادی را که در تلاش برای حفظ شیوه زندگی سالم از نظر رژیم غذایی و ورزش بودند.
ورزش بودن. بله. برای بررسی تأثیر استرس جبونا اینجا مشکلات اتکیا استرس بر فراواندن مغزی مگوش بونا işlama beyin muhakkan araştırmacı تعدادی sayıki از افرادی را شخصا insana ki در تلاش برای حفظ شیوه زندگی زندگی سالم جبونا تلاش کردن محافظه کردن طرز حیاتی سالملی از نظر رژیم جعلی رژیم غذایی یعنی غذا رژیمی و ورزش بودن و ورزش اطراف سر رژیم غذایی و ورزش بودن و نظر ورزش بودن یعنی در تلاش بودند. بله در تلاش بیادانشی ورزش بودن یعنی مثلا افشیوا زندگی که سالکلی بیام محافظه بکن جالی رژیم غذایی و جالی سپوری و مورد ارزیابی قرار دادند اویا بیه یعنی değerlendirme konusu. Yani ارزیابی yani değerlendirme. بله قرار دادن bana yani değerlendirilmiş kirine ta bebinen avan insana kukune bini incelemi جبوی که ببینن استرس چگونه بر تصمیمات آنها جبوی که استرس به شکلی لسر قرار وانا در مورد غذا دقونی غذای دا تأثیر میگذارد اتکید که در این مطالعه دوی مطالعه هانی دا 3 نفر شرکت کردند و قاتلمیش بونه که و محققان دست نیمی از آنها را به مدت 3 دقیقه در آب سرد قرار دادند. وان araştırmacı دست نیمی از آنها دوی مطالعه دوی araştırmaya da 3 نفر شرکت کردند. 3 نفری قاتلمیش بونه. 3 نفر قاتلمیش بونه. انسان yani قاتلمیش بونه. بله. و محققان جی نیوه دست وان بمدرس نبی؟ نه دست نیوه وان دست نیمه وان یعنی وکا 15 حبا یعنی دست 15 حبا جوان بقدر 3 دقیقه کرنا آوا صار تا سطح معلول استرس را در آنها تعریف کنند حتی که يعني اف ستريس يعني سويا او تشتيكو ستريس دبا سببي وي دوان دا بكبه حركي بكن حركي بله در این فاصله زمانی در این مده زمان دا از شرکت کنندگان از شرکت کنندگان يعني ابي قاتلمش بونش تمثيلجيا جوان قاتلمجيا خواسته شد که خواستن تا بین 2 نوع غذا بین 2 چشید غذا دا خوشمزه وسط طعم وانجي خوش به ولی ناسالم اما نه ساغلقلی بن بد مزه و اجا طعم وان نخوش ولی سالم اجا ساغلقلی بن یک را برای یکی را برای خوردن بعد از آزمایش انتخاب کنند. یعنی دوی فاصله دا فاصله 3 دقیقه یعنی جوان قاتلمجیه خواسته شد جوان آتی خواستن تا بین 2 نوع غذای خوشمزه ولی ناسالم و بدمزه ولی سالم یعنی دنباله 2 چشید غذا دا یک جه طعمایی خوش اما نه سالقلیه جه سالقیره نباشه اما ابادنه طعمایی نخوش اما یعنی سالقلیه جو سالقیره باشه آجوان هدیه یکی را برای خوردن بعد از ازمایش انتخاب کنه یکی جوانا را جبو خوارنه را پشتی تجربه پشتی به دنمه سشمیش بکنه یعنی جوان خواهاتی خواستن که یکی جوانا پشتی به آزمه به دنمه سشمیش بکن سشمیش بکن بله جناب
انتخاب های این افراد بجارا وان شخصا با انتخاب های با انتخاب های شرکت کنندگانی به قاتل مشکرنا وان قاتل مجیا بله که هدر این تست شرکت نکردند مقایسه شد. اویا یانشه به قناعتم انتخاب های این افراد یعنی سیچما اوان افرادی که مثلا دستی وان کرن نوا آواسا با انتخاب های شرکت کنندگانی دیگل سیچما وان اوی قاتلمجیه کی در این تست کی در اویا به هوا زلقان یانشه کی در این تست کدوی تسته دا شرکت نکردن که قاتلمش نبونه او بازه حبیدنه که قاتلمش نبونه مقایسه شد یعنی آتیه مقایسه کرن یعنی اوی که قاتلمش بونه و اوی قاتلمش نبونه اوانا مقایسه کرن مقایسه نبر اوان دا آتیه کرن محققان دریافتند یعنی بوسا اوان آرشترماجیان فهم کرنه که افرادی که استرس داشتن افرادی که استرس هی بوانا بیشتر غذایی خوشمزه ولی ناسالم را انتخاب میکردن مثلا اوی که پازه به اول که مثلا استرس میگود بوانا هیه وانا خورنا خوشاب نسالقلی بشارتنه که خوشمزه طعمه وخوش اما نسالم اویانا انتخاب کرنه یافته های این مطالعه ایجا بالمشکلنا و اینجا المهانی نشان میدهد که نشان دهد که استرس با تأثیر بر خویشتنداری استرس لسر اتکی کرنا اوتو کنترل تأثیر فوری یعنی اتکی که اوصا آنی پاداش فوری پاداش تأثیر فوری پاداش در مورد انتخاب غذایی سالم را کاهش داده بله یعنی اتکی که آنی پاداش شود از اونا میوسا پاداش اوه مثلا تشتکی که مروج یکی را وکی او دکی وکی ارمغان دکی وکی خاطر تأثیر یعنی جزا مکافات وانش میشه بله در مورد انتخاب دقونیا بجارتنا و غذا سالقلی را کاهش داد وسا کاهش داده یعنی کم کریه یعنی کاهش داد و منجر به انتخاب غذای ناسالم شود و دبه سبب کوانا دجبیرن و غذا نسالم غذا ناسالم دجبیرن یعنی و هوا کن هوا سالم او کناکن تو استرس تأثیر سروانت که مهم دا اوتو کنترل گره اوی غذا مثلا اوی سالم ببجارتا ایجا بیا مثلا وسط تأثیر لیکری او سترس که دبه سببه که او ناسالم دبجیره از اونم یعنی که سترس هبه غیر غذایی باشقا تشتی درجی بشاشیتی دبه مر بجبیره او باشقا یعنی اویا مثلا سر غذای وانک یعنی بله از اونم والا سیدا من قدری حاضر لينا أنا قدري يوخ بل إسراء سيدا بسم الله الرحمن الرحيم عطار نيشابوري الشيء عطار نيشابوري شاعر معروف إيراني شاعر معروف ومشهور إيراني وهي بندنامه نفسه وهي بندنامه خواهي بندنامه خواهي منطق الطير بله در قرن ششم آغاز قرن هفتم زندگی می‌کرده در قرن ششم و دست به قرن هفتاده جیان کریه دوران زندگی او دونما جیانوی مصادف بود تصادف کرد با روزگار سلطنت سلطان سنجر سلجوقی به ایام یعنی زمان سلطنت سلطان سنجر سلجوقی یعنی دونما سلطان سنجر سلجوقی بیه وی شاعری است عارف او شاعرکی عارفه قبل از بريوي سنوي ميزيستا سنوي جيان كريا وبعد از او پشتی وی داجی مولانا جلال الدين جيان كريا يعني ابيا بري وانا تبايا لا سنوي بريا عطاره عطار بريا مولانا جلال الدين
السناي سيدا هنا بيساعدكم صا سناي سيدا سناي دبي اوكي متدي من جنجور مقو ويسي تبنه ايه بينردا سناي جي درواس به او جي ايراني اظن بله ايرانيه سناي مشهوره سيدا بلي مانايا ابن عربي ابن عربي بلي مانايا يعني ابن عربي بريان عطار نينا بشتي عطار تمام بشتي عطار بشتي سناي يعني ابن عربي دنما مولانا واضح تمام مثلا وبعد إنسى شاعر قلاي شعر هرسي شاعر يعني زيروا شعري قلاي شعري عرفاني أستن إنسى شاعر هرسي شاعر قلاي شعري عرفاني أستن يعني زيروا شعري عرفاني أصولا يعني نورمال عادة شاعران يا شعر براي الشعر ميقويات شاعر يعني شعراء جبو خاطري شعري بيجن يعني قبل كجبو خاطري شعري ببن شقوني بكلا بروان حق ولاد بيجن اشتابيات قلتن مثلا الشعري جبو شعري بيجن كي البته شعر شان متعهدانه نيست كي البته شعري وان نه متعهدانه يعني باغي تشتكي بانين سر بس ويا بايك تفكر مركزي ومحوري بشعر قوي ميپردازد ياجي بالتفكر كي مركزي ومحوري بشعر قوتني مشهود يعني لسر فكرك وكي سر تصوفي وكي سر فلسفي وكي سر مثلا أمبيجن ابن مالك سر نحوي تفسيري حديثي دبيجن هنا يعني اشتر تفكرك ويد كان محورها ومركزها هو ولسلوي شعر دبيجن يا عشق مثلا وانش مش تفسر وده النتيجة ده شعر وانا در توجيه وتبيين همان تفكر در توجيه وبيان وتفكر ده محوريست يعني محورية مركزية المحورية يعني دورة بيتشد ماني اكسني بيه يعني سر ويقون يا فكرة خوي تفكر الدورة بيتشد سه شاعريات شده از این زمره اند او هر سه شاعری که مگو سنایی و نیشابوری و مولانا جوه زمره نه يعني او شاعر فكرة تفكرين يعني كنت هر سجس سر صوفينا سر تصوف يعني انا يعني او بيروي مكتبه خاصي هستن يعني طابعي مكتبه كي خصوصينه كي اصول انرا كي اصولي بمكتبه در شعر خود در شعر خدا لحاظ می‌دارن يعني نقاط كلمه ده دقرن وتين النظر اعتباري وأز شعر براي بيان مقاصد عالي تري وج شعره جبو بيان يمكن مقاصد الدها بلند استفاده میکنن استفادت که رسم الخط فارسی یکی از مباحث نگارش فارسی است يعني رسم خط فارسی یک مباحث یازیه فارسیه که در آن کدویدا درباره استانداردهای املا در حق استانداردیا املای و نگارش و یازیه و نقطه گذاری و نقطه لامه بحث می شود ته بحث کردن به همین دلیل بسبب و دلیل معمولا يعني عادة رسم الخط فارسي يعني شكل خط فارسي توسط یک منبع صاحب صلاحیت جعالی قایناغ کی خوی صلاحیت به مانند مؤسسه استاندارد وکی مثل استاندارد قرومیه یا فرهنگستان زبان و ادب فارسی یا وکی فرهنگستان زبان و ادب فارسی یا یک سازمان نشر معتبر یا مثلا ببینن یا این قرولوشی که اوها معتبر به
اج طرف خلقی داخل قبول کردن منتشر یا تأیید می شود. منتشر یا خود جی به یا به یا اینا میش کرد یا جی به تأیید کرد. قسمت عمده مشكلات رسم الخط الفارسي يعني قسمت عمده مشكلات رسم خط الفارسي دها صالة بدها صالة كي حل نشده يعني قريبي بيها بدها صالة كو چوزل مش نبي باقي ماندست وباقي مايه وبا إنكي كتابها وتبي بيها كتاب قال كتاب وجزوهای بسیاری و هنه کیوان کتاب جغی بشوک یعنی رساله کتاب جغی بشوک در زمینه استاندارد سازی خط فارسی در قونیا استاندارد کردن خط فارسی نوشته شده است تا طبق کارنا هاتنه نفساندن جی لیدیسا جی و قونی حل نبی هنوز شیوه نامه طبق ویاوی جی هنوز ایجی دوام بکنه ویال سر پیشین هنوز شیوه نامه رسم الخط استاندارد جامعی یعنی شیوه نامه کی اول رسم الخط استاندارد یک جامع در فارسی دا وجود ندارد ایجی نموجود علاوه بر این یعنی بنا اکل رخ موهبت های واژه پردازی موهبت قابلیت و یتنه قابلیت یتنه قابلیت شیرسان موهبت های واژه پردازی یعنی او قابلیت او یتنه که بیشتر کلمه işlemciye کامپیوتری اما کامپیوتر یعنی وان bilgisayara و فناوری نوین و تکنولوژی نو بجای آنکه به حل مشکلات رسم الخط فارسی کمک کند دشونا که به یعنی بشکافتن مشکلات رسم الخط فارسی حالی کاری که بربار آن افزوده است سر بار آن هیچ چیزی زیاده کریه امروز از حقی و حلال بگم من درس تورنا مشغول من درک مام کلام حشته صحیفه حشته سینا امروز ایرو تأثیر ماساژ بدنی تأثیر ماساژ بدنی بر سلامت افراد سر ساغلها انسانا تأیید شده است آتیه تأیید کرد یعنی ماساژ ساغلها انسانا را فایدلیه اما هر نوع ماساژی نمیتواند سلامت شما را افزایش دهد اما هر چشید ماساژ نکاره که ساغلقا و ساغلقا و زیده بکه یعنی ساغلقا و فایدلی به زیده بکه هر چشید ماساژ وسانینی یعنی هنه که ماساژ دبه که ضرار جی بدن آلغاوه تحقیقات دانشمندان دانشگاه تکساس تحقیقات وان عالم انیورسیته تکساس نشان میده تحقیقات وان یعنی araştırma وان نشان داده که ماساژ تنها در صورتی میتواند مفید باشد تنه در صورتی که دا کار فایدلی به که توسط افراد دارای مهارت کج عالی هنه که انسان که صاحب مهارت یعنی عثمانی و ایشینه در این خصوص دا انجام شود به بجیانی یعنی بکرد ماساژ غیر اصولی ماساژ کنه مثلا اصولی نه قاعدوی قاعده قرآنه به نه تنها اثر درمانی ندارد نه تنها کتو اثر کی علاجی نصاحبه بلکه براحتی میتواند بلکه براحتی کاره بر سلامت اندامها لسر سالقه وجودا تأثیر منفی بگذارد تأثیر کی منفی بله یعنی اتکی بکه يعني كيف يعني مثلا لو بالبورا قاعده قرالي وينبه محققان میگویند محقق دبیجن حساس ترین نوع ماساژ ان حساس نوع چشیت ماساژ گردن و کمر است ماساژ استی و کمر یعنی نوع انسان بل كل يعني أو مثلا أو شيك أمريليك وأنا تبعنا أو ذلك. در صورتی که این دو نوع اندام
جد صورتك كو اف هر دو چشید اندام يعني بدن اندام انسان توسط افراد غير متخصص جوالي هنا كي افراد كنا متخصصا دوي قونيه دا مساج داده شود مساج داده شود يعني كو مساج بكره شود اويا شود نينه داره احتمال آسیب رساندن احتمال يعني طرف اینکه غیر متخصص را گفت مساج بدن جمعه احتمال آسیب رساندن احتمال ضرر گیاندن به اندامهای حیاتی به هنکی یعنی ارگان يعني وجود جي حياتي مانند نخاع وكينا اموروليكي ويا ديسكي كامير يا جي او ديسكا كود كاميرا بشتا انسان داهيه الزرار بيجي وجود دارت احتمال كل زرار بيجي نوان هي وجود موجوده يعني. أسألكم الله خير كثيرا.